پتنگ قریشی عضو نیروی 17,000 نفری عملیات خاص افغانستان است. نیروهایی که در سطح منطقه بی‌نظیر گفته می شوند. قریشی از کابل است، 4 فرزند دارد و 9 سال است در صفوف نیروهای خاص افغان خدمت می کند. اینجا قلاردوی عملیات خاص در کابل است. جای نان، نماز و نبرد. کماندوها هیچ وقت درسشان خلاصی نداره، به خاطر از اینکه و همیشه در عملیات ها می باشه، روزانه تکتیکای بالاتر از او که یاد گرفتن، از او که بالاتر دگام یاد میگیرن. اینها در هر 24 ساعت از 15 تا 30 عملیات تهاجمی را در سراسر افغانستان موفقانه انجام میدهند. قریشی هم در عملیات‌های خاص علیه طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش سهم برازنده داشته، از جمله در عملیات کندوز که بیش از 2 سال پیش طالبان را از شهر برون راند. اکنون حکومت افغانستان تلاش دارد تا شمار این نیروها را از 17,000 به 2 چند افزایش دهد، با استفاده از همان 5 میلیارد دلار که متحدان آمریکایی و غیر آمریکایی ناتو به شمول شرکایشان سالانه در اختیار حکومت افغانستان می‌گذارند. پلان 4 ساله انکشاف اردوی ملی را ساختیم که تا سال 2020 همین هدف ما به دست می آید که یکی از او اهداف همین تقویت و تجهیز نیروهای کماندوست که ما فعلا به نام قلاردوی کماندو یا قلاردوی عملیات خاص ایره اساس گذاری کردیم. ایالات متحده و متحدان اروپاییش به تقویت هرچه بیشتر نیروهای افغان از جمله نیروهای عملیات خاص متحد هستند. علاوه بر سهم قابل توجه ایالات متحده، دیگر متحدان و شرکای ناتو نیز همه برای تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تقریباً 1 میلیارد دلار کمک خواهند کرد. شمار نیروهای مأموریت حمایت قاطع برای آموزش، مشورت‌دهی و کمک با نیروهای افغان از نزدیک 13,000 به نزدیک 16,000 در حال افزایش است. این سخنان اما در حال است که طالبان و جنگجویان داعش حمله هایشان را در گوشه و کنار افغانستان از جمله پایتخت کابل افزایش دادند. اما اینجا در قلاردوی عملیات خاص سربازان مثل قریشی به این باورند که دشواری ها گذشتنی است و امنیت آمدنی. که یک روز شب کمی وطن ما آرام باشه و با دریشی یونیفرم خود ما از کابل حرکت کنم به قندار، از قندار حرکت کنم به هلمند، به اینا تو روزی هستم که انشالله آمدنی است. به خاطر از این آمدنی است اگر ما کماندوها زنده بودیم انشالله این روز آمدنی خاط آوردیم.